اصلا امکان نداره که من میشه تو این غذای حتما یه چی ریخته بودن. صابون تو بردار. من اشتی نه خودم خوابیدم نه اعضای بدنم. میگم گوشتم خیلی ناشیرین شد ما برم یه جای تو نباشی. هر جا رفتم این بود. تو آمد اینجا چه کار کنی؟ شده نشده. معلم اومدم نون بگیرم بربری فردا با هم دیگه صبحونه بخوریم. اومدم همون دیگه. میگم من دیشب خواب بد دیدی؟ خواب تو بد دیدی؟ من خواب خوب دیدم. بهش بودم ها. صفا. یعنی من از دیشب لوله ما تو این یه چیزی بود واقعا عجب متاعی بود. من حال کردم هنوز میزونم. کلت داغ شده؟ تو هر چی بخوری هر کار کنی کلت داغ میشه. خدایا ببینی آخر پیدی چی بلای سرمون اومده. کجا گیر افتادی؟ با کیا هم نشین شدی؟ ژیلتو کی میخواد؟ من فقط 10 بار ازش استفاده کردم. خفه شو. میگم اون حمید شربتی نیست؟ آره همینه. آقای حمید شما هم اینجایی؟ هر کی از غذای دیشب خورده اینجاست. میگم اگه غذا رو به وقتش نخوریم فردا باید دوششو بگیریم. خودتونم بعدا میفهمن اینجا چی گفتم. ننمجانی کن بده بره. شامل آقا مهدی کجا؟ زون چشاتون فکر کنم همه چی زیر سر این شمسی زنده هاشمه. داش مهدی یه جور تخابیده بود اصلا تکون نمیخورد. حالا وضعیت ما چی؟ بحرانی. آجی اینجا چیه بابا؟ نه جکوزی داره نه سونا داره. کسی نرم کننده ما رو ندیده؟ نرم کننده؟ صابون و گلار داری میخوای بیا. آقا شما اینجا چی کار میکنی؟ چطوری همین؟ اینجا چی کار میکنی؟ همون کاریو میکنیم که تو هم داری میکنی. حواله توف به این روزگار کاسه بهش. بگو چرا؟ فقط به خاطر اینکه من تا الان این موقع صبح ندیده بودم. یعنی به نکشی خدمت افتادم. داداش خودتو ناراحت نکن. خدمت دیگه میگذره. هممون مثل همیم. اینا رو ولش کنید. الان میدونید وقت چیه؟ وقت چیه؟ وقت از اینا. بیا بسات. میرم دیگه میرم خدایی اگه من نبود زدایی حالا که میرم کجایی دغدغه راه تو اشکام شدای پوتین پاره چقدر بگم گریه نکن دل تاری تو طلا بداره الان کجایی نمیدونم دست کی رو گرفتی یاروم تنهای منو یه بردک گریه های زیر بارون تاشه نق سیگار داری؟ داداش هیچی ندارم صافه تاشه یه نق سیگار به من میدی؟ آره بابا من دارم. نوکرتم کما زدیم ها حاجی الکی آجی سیگار نیست. اصلا هر چی دارم همش داره گم میشه. سربازا ملاقاتی دارید. به آروم خط نیافت برو اینو داره کجا میبری اینو؟ اینا داریم میان داخل آسایشگاه. اینا قفسه‌های صنعتی وکیلیه داداش. اینا دست دومه با نوش هیچ فرقی نمیکنه مو هم نمیزنه. تازه قیمتش 1/10 قیمت نوه. داداشی بیارش اینجا اقساطم دارن. شماره تلفنشون 0912 1800 1700. اینو همانگه درام کن بیان تو. یه دونه اینا رو بده من بدم به شوشو باشکال. دایی من کجاست پس؟ خودتونی دایی ما کجاست؟ این چیه؟ این که سرکه شده که باله؟ پس اندازه رو طلا خریدی؟ همه رو به خودم طلا گرفتم. تو چرا به خودت اینجوری شدی یه جوری؟ شمسی خیلی ربط شدم اینجا. چی شدی؟ ربط شدم تو بالت نمیتونم برم. اشکال. یه بگیر. کلی حرفای عاشقانه به خودم آماده کرده بودم. آشکال چرا میخوری؟ خب شو بابا. اینا خوراکی نیست مگه؟ واو چرا خودت سایت اومدی؟ مادر خیلی دلم واسه تنگ شده. واو مادر آوردی واسه؟ آقا جون برو اونجا صدا قربون نرو. برو آقا جون. مادر بده من. قربون
بکشم. پسرم چیزی که کم و کس نداری. ببین خیلی از ماما اینجا سخت میگذره. برای غذای جداگونه آوردم از غذای اینجا نخوری. حس برو در نکن. ببین تو فقط سربازی تو تموم کن، من خودم میفرستمت اونور پسرم. اصلا نگران نباش. باشه. داداش شرمنده من سلام همشیره خوبه. میگم دم اتوبوس مامانت یکی دیگه بود، ایشون کیه؟ بابای من 5 تا زن داره، یکی هر کی خوش میاد. قربونه برم. ماشاءالله. این زن چندمشه؟ فکر کنم سومی باشه. آی تو سر من. پسرم برات دختر اسمت خانمو نشونت کردم. خب چی کار کنم؟ میخوای بیا بیرون با سنگ بزنی؟ خب میخوام زنت بدیم دیگه. من زن نمیخوام. میخوای دختر ملک خانمو نشون میگم برات؟ که بگیرمش؟ نه که ولش کنی. سلام ننه چطوری؟ خوبیم، اگه تو هم خوبی میخوایم بریم. کجا به سلامتی؟ سون آقا پر شده، میخوایم بریم خالیش. ما هم هر موقع اومدیم 2 کلمه با شما صحبت کنیم سون یکیمون پر شده. برو خدا تو صبح کن چه کلی هم مشکل داره نمیرن. اوه سون خودم هم پر شده. ببینم برای چی اون کارو کردی؟ توضیح بهت میدم. توضیح میدم. بگو ببینم. مجبور بودم. آقا برای چی کفترای منو رفتی فروختی؟ بابا پول دونه آب نداشتم، نصفش فروختم برای اونا دونه آب گرفتم. خب الان یعنی نصفش هست؟ نصفش هم فروختم واسه پول فرستادم تو پادگان اذیت نکشی. آقا مگه آدم عشقشو میفروشه؟ اونا عشقای نبودن. ولشون عشق واسط میخرم. ببین اون کار گفتم انجام دادی؟ کدوم کارو؟ زدی در گوش فرمانده؟ آره بابا. کسموس چی ندادی؟ نه بابا مثل هتل برام بود اینجا. دمت گرم. حلال زاده به دایش میکشه. دقیقاً عین خودت دروغگو هم. تیز زدم، پست دادم، دهنمو اینجا سرویس کردم. آوره دب قرمز رو هفته یه بار تکون میدی، دب آبی رو هفته 2 بار. حواست جمع کنی ها. یادت راحت. تو رو قرآن این مشتریایی که من جمع کردم اون نپرونی ها. یادت راحت. یادت نره آدرسی که زیر گلدون گذاشتم فقط وسیله رو از اون تهیه میکنی. یادت راحت. اصلا تو حواست هست؟ آقای معلم از اون حرفا بهم نمیزنی؟ کدوم حرفا؟ یادت پشت گوشی بهم میگفتی آره و اینا؟ بابا چی گفتم آخه؟ فراموش میشی؟ بابا زشته جان خودت مراقبت کن. برو بعدم پشت گوشی برات موشم میشه. باش. مهدی جان خدمت چطوره؟ والا به من گفتن میای خدمت، ادیسون میای، بعد انیشتین میری بیرون. بعد اینو میخواستم بگم، اینو من از جبهه آوردم اونجا یه خورد گشتم، اینو یادگاری پیدا کردم. اینو بگیر، اینو نگهدار. این دشمنا مثلا این دشمنا میان این ور اون ور، اونا رو بزن کلهشون که من برگردم فوری. خودت هم بعدا میفهمی من چی دارم میگم. پدر مادر جان بابا 2 دقیقه نخوابید صحبت کنیم. بابا اینجا اصلا هیچ کی منو نمیبینه. هر جا دلم بخواد میرم زیر میز فرمانده، میرم زیر تخت میرم، اصلا هیچ کی منو نمیبینه. کل پادگان رو دور میزنم اش میکنم. خیلی خوبه دیگه، جات خوبه دیگه، خدا شکر کن دیگه. آقا حامد اینجا خیلی سخت میگذره. برنوش خانم سختی که تهش رسیدم به شما باشه شیرینه. خیلی منو دوست داری؟ من عاشقتم. دستو بذار تو دستم. آخ فرنوش خانم وقتی دستتو فشار میدم قلبم تیر میکشه. یواش دستم درد گرفت. اسکل دستتو باز چی آوردی جلو؟ اینجا هندوستان نیست، منطقه نظامیه. از شاهرخخانو در میاری. اینجا آمیتا پاسان بدو بینم. اسکل آقا حامد همه میگن اینجا زدی تو گوش فرمانده، درسته؟ او فرمانده روزی 2-3 تا فرمانده میزنم فقط، بقیه رو میزنم ها. داداشی که این برترم بریز دمت شد. اسکل نمیبینی دارم تی میکشم؟ برو تو. بابا کارت تموم شده وایسا دارم تی میکشم. 20 دقیقه بعد بیا بیرون. داش مهدی تونه چشات با کله خوابوندم زیر گوش فرمانده. خوابون زیر گوش فرمانده چرا اینجا رو داری تی میکشی؟ بگیر اینو. اسکل من روزی 2 تا تی بکش. من روزی 2 تا فرمانده میذارم. به خاطر اینکه تابلو نشه باید این کارا رو بکنم. آره تو هم الان تی بکش زرت پرت نکن. آره از من همه رو زدم. این سوء تفاهم شد تی کشیدم. ببخش. آقا حامد حواست کجا؟ ببخش حواسم. خب کجا بودیم؟ پس کی تمام میشه خدمته؟ شما تا برسی خونه تا 1-2 ساعت دیگه خدمت میرسم. واقعا؟ بابا من تازه اومدم خدمت. شاید منو فرستادن جنگ. آقا حامد خواب دیدم شهید میشی یا؟ بابا جنگ کجا بود؟ من یه چی گفتم بابا. ملاقاتی تمومه. بفرمایید داخل. منو دارن صدا میکنن. من باید برم. مواظب خودت باش. باشه؟ دوستت دارم. حامد جنگ شد نریا. وله 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 دیگه زنگ آخره کلاس همش قله قله همه فست دنبال جمع کوله معلمو ببین چه پای است و چقدر کوله بیا تو مخ نمیره آقا جان دیگه کلاس آخر آقا جان
نمره 20 کلاس رو نمیخوام آخه دیگه هوش حواس نمونده برام آقا جان غذای هر روز ما شو برنج و عدسه غذای هر روز ما شو برنج و عدسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه بخورم یا نخورم گوش نمیمونم قدر آشنانم و حالا میدونم قدر آشنانم و حالا میدونم ننم جانی پلی کن اگه خواب میتونه یه جمع مثل ما خفن اوکی کن اکیب خودش زنگ آخری نفهمیدی اینو چند باری پشتم ای تو گوش کن حله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن حالا حله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن زنگ آخر